بعد چند سال که هر سال 6-7 ماه موندیم هرمز، پارسال خونه رو منتقل کردیم هرمز و در واقع مهاجرت معکوس کردیم به قول معروف. و امسال بعد از گذشت 1 سال مجبوریم دوباره مهاجرت دبل معکوس کنیم. دزدی، آقا دزدی. تمام این تصمیم که گرفتیم به خاطر دزدیه که توضیحش رو بهتون میدم. من پیامم اینجا کلی شد. خب حالا حقیقتش رو بخوای، کولیشو ارتباط مستقیمی با هرمز یا مهاجرت دبل معکوس نداره. کولیشو مربوط میشه به کلیت زندگی ما. به خاطر همین توی این قسمت راجع به هرمز، راجع به سختی‌ها و خوبیایی که برای ما داشت و راجع به مسیری که از اونجا تا تهران طی کردیم تا بتونیم برگردیم، این اپیزودو به اینا اختصاص میدیم. و تو اپیزودهای آینده خیلی چیزا داریم. آشپزی داریم، پادکست داریم، سگ میاد رد میشه، خلاصه خیلی چیزا ممکنه برای اون اتفاق بیفته و با کلیت زندگی ما روبرو میشیم. فکر کنم از قسمت بعدی برم پیشامم یه مرتبی بکنم چون خیلی کولیواره. خونه جادویی ما تو هرمزه و همینطور که میبینید داریم اسباب کشی میکنیم. مهرگان قشنگه این. این صدایی که تو پس زمینه صدای من بود رو شما میشنیدین؟ اگه فکر کردین که یکی مرده و دارن عزاداری میکنن و مثلا نوح خونی و اینو براش میکنن، اشتباه میکنید، چون همچین اتفاق نیفتاده و این یه اتفاق عادی توی هرمزه. توی بیشتر روزها، تقریبا میتونم بگم 99% روزها، از صبح که بیدار میشن یه نوح خونی این شکلی رو تو کل شهر پخش میکنن و تا آخر شب یا تا هر وقت خسته بشن در واقع ادامه داره و عالی نیست. اینم آشپزخونه اون بود که در واقع این کاشیکاری رو خودم کردم و داریم میریم دیگه از اینجا. حالا چرا داریم میریم؟ موضوع مهم اینه، یعنی همه این زحمتی که ما کشیدیم، وسایل رو کول کردیم، از تهران بستیم بردیم جزیره هرمز، خونه رو ساختیم، رنگ کردیم، سیمان کردیم، کاشی کردیم و اومدیم استفادهش رو بکنیم، به خاطر دزدی‌های متعددی که به ما شد مجبور شدیم دوباره همه چی رو کول کردیم و دیگه الان نه خونه داریم و نه وسیله چرا نداریم؟ چون وسایل هم اکثرش رو دیگه فروختیم. وسایل تهران که اول فروخته بودیم یه عالمشو، یه چیزایی رو بردیم ظرف و ظروف و لباس و یه چیزای خاصی که داشتیم و بردیم هرمز و از هرمز انقدر نقل و انتقال از تهران به هرمز و از هرمز به خارج اون به هر حال کار سختیه که ما بیشتر وسایلمون رو دوباره فروختیم و با یه کوله باری که توش 2-3 تا شورت و جوراب و شلوار کوتاه و نمیدونم کاپشن و فلان بود از هرمز خارج شدیم. الان نه خونه داریم نه وسیله. کلی البته کلی‌ها یه وسیله‌ای دارم، ما همون یه وسیله‌ای رو اینجوری داریم بندازیم رو دوشمون. الان یه ساز من دارم و یه همون شورت و جوراب و فلان. خب شاید با خودتون بگید که دزدی که همه جا هست. بله دزدی همه جا هست،
و اتفاقا اینطوری بهتون بگم که اولین باری که ما تصمیم گرفتیم طولانی مدت جنوب بمونیم و خونه رو یه مدتی تنها گذاشتیم، هم خونه تهران رو دزد زد و دیگه دزدی میکنن آدم. منتهای مراتب این که در هرمز یه اتفاقی که وجود داره، تابستون، بالاخص تابستون از اواخر بهار و تقریبا کل تابستون، هوا یه جوریه که معمولاً نمیتونی بمونی. آدم هایی که میمونن خیلی قوی هستن به نظر من. حالا دوستامون هم یه عده هستن که میمونن هرمز تابستون ها، ولی اصولا تابستون ها تو هرمز نمیتونی بیرون از خونه کاری بکنی در طول روز. باید تو خونه زیر کولر گازی باشی، شبا بیای بیرون از خونه و اون هم باز گرمه. به خاطر همین حالا برای اینکه ما اون رفاه هواییمون رو میخواستیم داشته باشیم، تصمیم گرفتیم که نمونیم خب قاعدتاً تابستون رو هرمز. و این نبودن تابستون ها در هرمز و خالی موندن خونه، با اینکه ما خونه رو به چند نفر سپرده بودیم ولی خب اونها توش زندگی نمی‌کردن و فقط سر می‌زدن بهش، و به خاطر همین موضوع مقوله دزدی در تابستون یک امر اجتناب ناپذیره. حالا چرا میگم اجتناب ناپذیر؟ چون گویا خیلی عادیه تو هرمز این اتفاق. ما بعد از اینکه این بار برگشتیم و به محلی‌ها، به هر کی من میگفتم، مثلا میرفتم یه قفل بخرم میگفتم خونم رو دزد زده، میخندیدن میگفتن هرمز اینجا. یعنی خیلی طبیعی بود و همه به اتفاق، هم هرمزی ها و هم غیر هرمزی ها، این رو در جواب دزدی شدن میگفتن که تو هرمز باید مالتو سفت بچسبی و همینه وضع. و اونهایی هم که موندن همه پذیرفتن این موضوع رو. و خب ما چون برامون خیلی عمل عقلانی نبود که تابستون رو هرمز باشیم، حالا چه به خاطر آب و هوایی که داره و چه به خاطر اینکه حالا یه 3 ماه 4 ماهی که تابستون بوده و بتونیم توی تهران کار کنیم، دیدیم واقعا برامون منطقی نیستش که دیگه توی هرمز بمونیم. یکی از بزرگترین دلایلی که ما موندیم هرمز این بود که صبح به صبح طلوع ببینیم. اینا رو ببینیم. این اصلا از سرگشتگیه، از چیه؟ هر روز مثلا پاشی بری طلوع رو ببینی که عجیبه دیگه، نیست یه چیزی داره توشه، دیوانگی داره. بازی میکنه یه ناز بده.
کوچکی خورده قرمزتر هست، نارنجی‌تر هست از پیاده. ولی جدی اینا چیه؟ یه دونه از اینجا رفته اینجا، معلومه این از اونجا رفته اونجا، یه دونه از اینجا رفته اینجا، از اونجا آمده اینجا. یه ستاره پنتاگرام چیز کرده، خورشید باید ازش در بیاد. این الان یه دونه اینجا رفته اونجا، از اونجا رفته اونجا، از اونجا اونجا. حالا ما نمیگیم که اینا شیمیایی و داغون و فلانه، ولی چیه؟ حالا یکی از بزرگترین بدی های هرمز رو هم برید ببینیم. کثافت. ببین همه جا انگار یه مثلا شهری که متروکه شده یه زمانی. و بعد یه سری حالا اومدن ساکن شدن. یه دونه سبزی. خیلی این چیزاش هم قواعدشو واقعا نمیفهمی. مثلا این 2 سال آقا نمیذاره اینو کسی دست بزنه یا این که اصلا 2 سال اونجاست واقعا. بالشتی بود قبلا، الان داره تبدیل میشه به یه سری خاک جزیره دیگه. یعنی چی آخه؟ اصلا یعنی چی؟ این مثلا چیزا حس بامزم حالا از هرمز بهتون نشون بدم. شاید ندونید اینا چیه. حالا میگم چیه بهتون. چسب سنگ میزنن که خونه هاشون نصف نشه. یکی از خصوصیات هرمزه. طبیعیه که این نصف شدن ها رو توی خونه های هرمز معمولا میبینی. یا از اون جالبتر این دیگه آخر مهندسی و معماریه که با میلگرد که جوش بدن به یه سری تیراهن میبندن که نره، نصف نشه. گوش کنید. همین صدای خراب کنه آدم. سلام. 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 درخت کف در میاد تو حیاطمون یه وقتی. داغون. اولین وسیله نقلیه‌ای که تو زندگیم خریدم با پول خودم اینه که میذارم بمونه برای هر آن که اینجا بیاد. در کلم شما وقتی که به یک جای سفر میکنید به عنوان مسافر و توریست به اونجا میرید،
وضعیت براتون یه جوریه و وقتی که به عنوان ساکن اونجا میخواید باشید همه چیز براتون فرق میکنه. توی هرمز مخصوصا همینطوریه دیگه، که تا وقتی که به عنوان توریست بریم میرید یه مناظر زیبایی رو میبینید و طبیعت بسیار جادویی هرمز رو ازش برخوردار میشید. یه جایی سکنا میگزینید که براتون از قبل آماده شده، آبتون به راه، گازتون به راه، همه چیز آماده است برای اینکه شما لذت ببرید. ولی وقتی که به عنوان ساکن باشید میبینید که باید برای مثلا به دست آوردن گاز کپسول گاز رو حمل کنید به یک جایی وسط صحراها که در واقع شرکت گاز اونجا جاییه که کپسول های گاز رو پر میکنن، که حالا باید بدونی کی هست کی نیست، شانس بیاری باشه اون فرق، و شانس بیاری گاز اصلا تو هرمز باشه، مثل بنزین که باید شانس بیاری باشه. خیلی وقتا ممکن اصلا گاز نیاد هرمز چون یه جزیره ایه و جزء مناطق محروم هم حساب میشه. به خاطر همین اینجوری نیست مثلا بری حتما کارت انجام بشه. آب شرب هم همینطور، شما باید بری از آب شیرین کنها آب شرب بخری و حمل کنی تا محل خودت. حالا یعنی یا باید کوچیک کوچیک آب بخری یا هم که به هر حال گالون گالون، که به هر حال حمل و نقل این آب تا محل اقامت شما یه کار یه خورده پیچیده ایه. همینطور تمام مسائل دیگه‌ای که براتون رخ میده تو هرمز. پس وقتی که شما مسافر هرمز باشید با وقتی که شما ساکن هرمز باشید همه چیز خیلی فرق میکنه. حالا همه این سختی ها رو ما قبول کرده بودیم و ما فهمیدیم کجا قرار زندگی کنیم و تنها چیزی که باعث شد دیگه ما تن در ندیم به این سختی ها و دیگه بگیم عطاشو به لقاش بخشیدیم این بود که شما اون 2-3 ماهی که بخوای خونت رو خالی بذاری حتما میان و خالی میکنن خونت رو و این اتفاق برای همه ساکنین هرمز داره میفته و کسی حوصله نداره صحبت کنه راجبش و همه قبول کردن این موضوع رو که مالشون رو سفت بچسبن و اونجا زندگی کنن. اینطوریه دیگه. کم کم میتونم بگم که به پایان آمد این دفتر حکایت. ببین وضع اینه اینجا. حکایت همچنان باقیست. آخرین مراحل سلوک و خروج از جزیره هرمز. شبیه دیوونه ها شدم انقدر که اینجا دیوونت میکنه. $6 میلیون بگیر بیار اینجا نصفش میکنیم این داده امروز با پیچ شماره میبرم. خب آره دیگه. آره. اون میخواد از بیرون دستور بده. خب آخرین صبح جزیره هرمز 120 دقیقه به 7 صبح داریم میریم آخرین وسیله همونو بذاریم خونه آقا باشتی و دیگه فرار کنیم. قیافه هم یه طوری میگه خیلی داره خوش میگذره. منم از فستیوال اومدم و مثلا شب پارتی کردم ولی نه اینطور نبوده. کف پاهامون گلیه، کمر و لگنمون داغونه
و تنها خوشحالی اینه که داریم میریم. یعنی اصلا به نظر من خیلی همه چیز عالیه ولی اینطور نیست. End of story. به قول معروف I choose me. End of story. ما خودمون رو انتخاب کردیم و رها شدیم. حالا فکر میکنم از چی رها شدیم. That's the life story. همونطور که در تصویر میبینیم جزیره رو داریم ترک میکنیم. همه زیبایی ها، طبیعت، قشنگی ها نشد دیگه، نشد عقدرزه نذاشت. به نظرم نکته مهمی موضوع امنیت فقر. خب در اسکله هستیم و دیگه مراحل آخره و داریم میریم. نگاه به قیافه هامون نکنید، من شل و پل دارم میشم. کنسل دیلیت. پیام جان نگاه کنید، داغان داغان داغان. یه ریل پادسازی. با جمشید میریم بندر عباس. پرواز ما کیش ایر به سمت تهران تأخیر داره. ای بابا. فعلا باید صبر کنیم. خب مثل اینکه مقاومت خیلی زیادی داره که ما بر نگردیم. تا اطلاع ثانوی تأخیر خورده پرواز ما. جالبه نه؟ اول رفتیم کنسل کردیم پروازمونو و اومدیم بلیط بگیریم برای فردا که SMS اومد که پروازتون ساعت 6:45 انجام میشه. ما هم گفتیم که پس باشه دیگه میمونیم امروز بریم تا اینکه بریم یه هتلی بگیریم و یه فلان ببینیم چی میشه. ببینیم میتونیم بریم به یه شهر دیگه، میتونیم خارج شیم از هرمزگان یا هرمزگان علاقه شدیدی به ما پیدا کرده. دیگه حساسیت مهرگان قهوه است و قهوه بعد اصلا عصبانیش میکنه. یه فرودگاه به خاطر همین فرودگاه ایران معمولا قهوه نمیگیرن. اینقدر الان اذیت شد که دیگه قهوه از قیافش معلوم. یارو بهمون قهوه داده، میگه من این درارم میذارم روش ولی هیچ اعتباری به این درار نیست. یعنی خودش گفتی. یه گفتم اقلا مرسی برای صداقتت. هم به ایران برم. چیزی که گفتم نمودش رو میتونید ببینید جا قهوه حتی لیوان شخصی قهوه شو داره. دوست نداره تو این اشتباه قهوه شو بکنید.
اینه الان میریزه تو لیوان قهوه خودش، با اینکه اینم از این تیکه بریم خیلی دوست داره، ولی لیوان شخصی خودش رو بیشتر از یه میگم گفته که به این اعتباری نیستی، من چرا نیست هر طور خود دارم. داشتیم میرفتیم که بگیریم، یعنی گرفتیم، خانمه گفت که بریم اونجا مهر بزنیم. که مهر برای چی بزنیم؟ برای جریمه بگیریم. حالا که تأخیر داشت من گفتیم برو جریمه بگیریم. مهرگان خیلی خوشحال از جریمه ای که قراره بود. وای بود باشیم. یه قرمز وایسیم که دوستان کاراشون جنس همیشه این قضیه من واقعا به وجد میارم. اولین ناهار تهران خونه نجوا، نوش جونم. پول در بیاری ها. اصلا کاری نداری. من پول در نیاری نمیشه. نه اصلا نمیشه. من اتاق بالا رو مثلا اجاره میکنم. آه